کودک گرسنه غذای خیالی میخورد. در این کمپین تبلیغاتی خواهیم دید کودکی با دیدن غذاهای متعدد کودکان دیگر تصور غذا کرده از آن غذای خیالی لذت میبره. و البته که میزان کودکان گرسنه در جهان رو به افزایش است و اقدام بر علیه فقر کودکان رویکرد اصلی برندهای بزرگ هست و خواهد. ولی اینجا من میخوام به یک نکته کلیدی اشاره کنم و اون هم کمپین های تبلیغاتی اجتماعی است که میبایست سرروحه برندها در حال حاضر قرار گیرد. زیرا با توجه به تکراری شدن انواع کمپین های تبلیغاتی و همچنین آگاهی بیشتر مردم نسبت به تبلیغات، کمپین های اجتماعی یک اثربخشی بیشتری دارد، دو برندسازی را سهل‌تر و شخصیت برند را گسترش می‌دهد. در بخش اثربخشی بیشتر با ایجاد حس اعتماد به مخاطب مسیر را برای رسیدن به هدف تجاری هموارتر کرده و رابطه را با مخاطب محکم‌تر می‌کند. کمپین‌های اجتماعی نه تنها موفقیت تجاری را تضمین کرده بلکه اثر مفیدی در جامعه خواهد گذاشت.